با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. نشر نوبتی برنامه کتابخوان است. در برنامه هستند استاد باروتی عبدالرحمن، نویسنده خلقی تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، دورنده جایزه رودکی و اردن شرف. به برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. و باید بگیم شما 150مین مهمان برنامه هستید. افتخار داریم. سلامت باشین. استاد سراول بگوید که چه حال و احوال دارید و زندگی رو در دوشنبه چگونه پس سر میکنید؟ باز به درگاه یزدان پاک های عمر جوانی گذشت، بهار عمر گذشت، در پایان خزان عمر هستیم، لیکن نیروی کاری شوق کاری فکر میکنم که نکاهیده است، چون که از روی همون برنامه‌ای که سرنوشت ما بود، نیروی کاری را در 15 سال 17 سال کار من نتوانستم که بیشتر به همون نویسندگی رو بیارم. بیشتر قید میکردم، در دفترها، در موضوعها به یاد میگرفتم و امروز همون فرصتی هست که من رو بیارم برای نوشتن. قرضی نویسندگی خود میدونم آن چیزی که من در ضمیر داشتم، آن چیزی که باید به خوانندگان پیشنهاد کنم، گرفتار نوشتن همانها هستم. بنده در همین 4 سال اخیر 5 رمان نوشتم. رمان من در نزد شما هست رمان اسماعیل سامانی، رمان دارای بزرگ، رمان واپسین پادشاه سامانی، رمان پرچم‌های فتاده روم، درباره قهرمانانی که درباره جوانمردانی که روم شکست دادن. اول 7 پرچم، بعد 13 پرچم از تواناترین سرلشکران روم را بودند، از مارک کراس و از مارک آنتونی این شوهر کلئوپاترا است. اگر کسی که دیده باشد در فیلمنامه ها هست، همون 13 پرچمش گرفتن. و بعد یک قصه که به نزدیکی تمام کردم درباره میترادات 6 ایوپاتور است. میترادات 6 ایوپاتور دو زبانه بود، هم زبان پارسی و هم زبان یونانی و هم زبان رومی میدونید، 22 زبان میدونید. در بین همون چیز پلیگلات بود بخوره و همون آدم 40 سال با مقابل روم مبارزه برد. وقتی که من همین پرچم های فتاده روم می نوشتم، با سرنوشت همون افتادم، بخوردم و من بسیار مفتون کرد، لیکن هدف اساسی اون نبود. وقتی که رمان تمام کردم، همشون زمیمه درباره مبارزه ها 4 نبرد تاریخی دارد با روم. 4 نبرد تاریخی که با 4 امپراتور خریب، با امپراتور سولا، با پامپی، با لیکول، با همون لوکول. من بسیار نماشون خیلی در یادم نمونده، همون تمام کردم، به انجام رساندم و این رو همشون زمیمه در پایان رمان پرچم‌های فتاده روم همراه میکنم. این شخصیتی هست که میخواست امپریای بزرگ خخامنشیان برقرار کند و دولت پونت یک دولت بسیار خرد است، از اسرائیل هم خردتر است. در همونجا به کمال رسید و نیم امپریا هم ریم کشیده گرفت از دستش. کاپادوکیا را گرفت، لیدیا را گرفت، فریگیا را گرفت، ایوان را گرفت، همش کشید گرفت. و این مرد مبارز هر وقتی که می افتاد باز می خیست و آخران در همان لحظه جان باخت که در 70 سالگی وقتی که خیانت کردن همسفانش و طرف پامپی گذاشتن، او را کشتن و در 70 سالگی جان داد. جوان مردان جان همین من نوشتم، همین قصه را و همراه کردم در پرچم‌های فتاده ریم. این در چاپ است. شما پیشتر رمان‌های عشقی می نوشتید؟ خب چرا یک بار گشتید به سمت رمان‌های تاریخی؟ چی شد؟ چرا می‌خواستید درباره تاریخ رمان بنویسید، شخصیت‌های تاریخی؟ راستی این یک تحولات ایجادی هست. تحولات ایجادی همین است که اگر
و همون تاریخ نگارشی نویسندگی مثلا چنگیز ایدماتوف نودار دنبات رو بیارید آنها همه خدمانای عشقی اولی داشته مثلا جمیله لیکن اثرهای آخرانش مثلا پلاخ گفتگی اثر دارد اینها اثرهای فلسفی بسیار گران هستند این وابسته به کمالات نویسندگی هست این سبب اول سبب دوم این که وقتی که ما با استقلالیت رسیدیم همه تلاش می‌وردیدن که همین کارخانه ها و زوادها و مثلا زمین ها و همون باغ‌ها و کسا و کشکار شخصی کرده گیرند لیکن در اطراف همین فرهنگ و پشتیبانی از فرهنگ کم آدم اندیشه میکرد همیشه دوام بود و در همون دوره ما تاجیکان کم میشناختن لیکن کم میشناختن ما باید از همون پای و قول همون تمدن آریایی می داشتیم می گفتیم ما تمدن اینجا بود از اینجا به ایران رفت همینه باید ما دعوا کرده چی میگوین همچون وارثی تمدن آریایی به صحنه می برآمدیم در همون دوره بنده نوشتن همون رمان کروش کبیر رو آوردم تا اون وقت درباره چرا از کروش سر کردید؟ یعنی چون که من درباره کروش از کودکی آشنا بودم من میخونده درباره کروش میدونستم وقتی که همین در کتابخانه مکتب پدرم یک کتابخانه داشت مدیر مکتب بود بعدا همون در کتابخانه را میکشد من بچه خرد بودم میدر اومدم در همون درون کتاب ورق میزدم یاد دارم که همجا شاهنامه فردوسی و دیگر کتابا بود یک کتاب تاریخ شدم که در همونجا سر یک آدم در دست برداشتگی هستن یک زن برداشته است من حیران ماندم این کی باشد این من 20 سال می جستم همینه و وقتی اینجا در مکتب عالی آمدم و کتاب گیرادوت دسترس کردم تاریخ گیرادوت پدرسالار همون تاریخ مثلا یونان دسترس کردم در همونجا فهمیدم که سخن درباره کروش و تومیریس میرفته است و همون عشقی که در کودکی مثلا در دل من بود همون من جستجو کردم مواد جمع کرده سفر کردم 5 سفر دارم به ایران من به همون پایگاهی قدمگاه کروش کبیر 3 مراتب رفتم دیدم همونجا حتی وقتی که بار اول همراه پسرم امید رفتم یا الهام یا امید فراموش کردم من پسرها را همراه می بردم رفتم همون تاکسی که ما را برد تا همون پرسپول برد تخت جمشید گفت که شام شده است و آقا این دیر می شود من گفتم که من پولتا نمیتیم میبری پولا میگیری نبری گشته بیرو من از تاکسی میگیرم از پرسپول بعد نوچور برد مرا برد در همونجا من همین وقتی که مقبره کروش دیدم اشک از چشمانم ریخت گریه کردم همین گردی مقبره پنجره بندی برای تعمیر با بهانه تعمیر بود بعد من رفتم همون پاسبان سالار در همونجا هست پاسبان سالار التماس کردم که من همین بالا میبرم همون سقانه کروش میبینم گوه ممکن است یکم ممکن است من پول میتیم پول پیسه میتیم در گوشش گفتم او خیلی برام بعد برآمدم خیلی سقانه را دیدم سقانه سر میگنجد خیلی تقریبا یک نیم تریزه برین نیم تریزه خورد برین آدم هم میگنجد اگر خواهد اونا همون اسکندر مقدونی تعمیر کرده بود برای خراب کردن بعد تماشا کردم همونجا گریه کردم و فر آمدم آفتاب غروب کرده بود تاریکی فر آمده بود بعد آمدم در ماشین شیشتم بعد تاکسی های کرد و گفت که همون آدم تو را پرسیده ایستاده است بعد آمدم با یادم داد که من پول وعده کردم بعد حق همون پاسبان کلون دادم و بعد گشته اومدیم یعنی این مهری بود که من نسبت به کروش داشتم و همون قصه که از تومیریس گفتید از هرودوت گفتید یعنی واقعا صورت گرفتگی است یعنی هرودوت میگه که واقعا کروش تومیریس کش این کتاب هم هست مثلا در معلومات نامه هست خود شما وقتی تحقیق کردید آیا این واقعیت دارد انا در همه سرچشمه‌های تاریخی که تو زمان ما رسیده است سرچشمه‌های تاریخی یونانی سرچشمه‌های تاریخ نگاران مثلا عهد قدیم از گیرادوس سر کرده تا کتیسی و
تو اپیانو، تو مثلا دیگرو، تو سترابونو، همینو آوردگی هستند که واقعا در همون نبرد از تشنگی، من هم در همون رمان هم بله من خبردگیم، از تشنگی و از ناتوانی همون گرفتار اینا میگویند تومیرس نه تشنگی کشت. هزاران افسران اسبا افتاده میبردن در بیابان. این تاکتیکای جنگی عجیب استفاده برد و کسی می نویسد که اینا میگوید در وقت نبرد میگوید وقت بهول بود میگوید فرامده جنگ کرد میگوید کروش که به همون سرلشکران من عبرت گیرن و مثلا کفانشینی نکنن. از پس میگن تیری پیکان قطعی زدن. بعد افتاد میگوید اومده باز شمشیر قطعی زدن میگوید. بس سرش میگوید همون تومیریش خودش اومده جستجو کرده پیدا کرده همون قصدش گرفت میگوید. برای اون که در تاریخ نامه آوردگی هستند که کروش کبیر تصادفاً به امر درخواست بیوستن در نبرد تنبتن شوهر تومیریس میکشد. همون درخواست میکند که نبرد تنبتن کنیم، در نبرد دیگر پسرش کشته میشود. این کین میستاند. خیلی کن لیکن مثلا کسینافونت در رمانای انابازیس من دارم در خونه نوردم اینجا. اما جا در مورد کروش یک شخصیتی مثلا همون ایدئالی تصویر میکند. شخصیتی که با همون چی میگویم با بیماری طبیعی وفات میکند، پسراش جمع میکند، وصیت میکند که مرا خاکسارانه گور کنید. این گپی کسینافونت است. همین خیلی تقریبا 2 یا 3 نفر از بیماری کشته مردن کروش میگویند کسینافونت. کسینافونت این تقریبا 150 سال بعد کروش زندگی کرده است. کوروش کبیر شاهنشاه تمدن‌آور کتاب یکم این نوشته استاد باروتی عبدالرحمن است. واقعا یک اثر خواندنی است. شما میتوانید که یعنی رمان تاریخی است از کتاب فروش این کتاب رو دسترس کرده بخونید. پیش از آنکه که به کتاب دیگر بگذاریم یک سوال دارم استاد. همین واقعا وقتی که کوروش 28 سال حکومت داشت، یعنی طبق هم معلومات نامه 28 سال تا 30 سال حکومت داشت، همین چی ویژگی ها مثلا چی خصوصیت ها کوروش ماندگار کرد؟ شما از اعلامیه گفتید یکی اینکه مثلا با عدالت بود، یکی اینکه مثلا سرزمیناش وسیع کرد، یعنی برخلاف پادشاه و راهبران دیگر زمیناش نفروخت، از بحر زمیناش نگذشت. یعنی تاریخ میگه که یک وجب زمینش هم به کسی نداد کوروش و این خصلتاش بود. از نگاه شما چی ویژگی داشت که اما اعلامیه کوروش کبیر و او را ماندگار کرد در دنیا؟ یعنی نسبت کوروش با احترام سخن میگن. چی خصلت‌ها داشت این کوروش؟ و همین کوروش کبیر این نسل ششم است. بعضی ها نسل هفتم میگویند. ممکن نسل هفتم باشد. همین نسل هفتم همون 7 قبیله پراکنده را متحد کرد. همون دولت 2 دولت یک دولت کرد. نه فقط یک دولت کرد. این نبیره استیاگ است. استیاگ این پادشاه مود بود. پادشاه مود بود. این لشکر کشیده همون بابای استیاگ مغلوب کرد. سرزمین مود متحد کرد. این یک سیاست عجیب داشت. سیاست زوراوری نداشت. مثلا هم من حتما شمشیر قطعی میگیرم، او بازار هم میگرفت، بیشتر با سخن میگرفت. همون نماینده‌هاش روان میکرد نزد پادشاه ها، میگفت که ما هم تبار هستیم، هم زبان هستیم، هم مذهب هستیم، ما پراکنده هستیم. تو میمانی در جایت، من کار ندارم، لیکن من به تو یاری میکنم. من مرزبان میتیم به تو، پولی مرزبان هم میتیم، پولی سرحد هم میتیم. خیلی همون اندازه کمتر با ما میتی، مقیماندهش تو میگیری، تو با ما سازش میبنده. حتی تاریخ نگاران کسی میگوید که وقتی که به باختر اومد، باختری ها میگوید مردم بسیار ترکش بودن، یعنی مردم بلخ هم خطلان، اینا میگوید به نبرد آمدن. به نبرد کوروش بر آمدن که ما سرزمین همتون نمیتیم. انا وقتی کوروش میگوید نازش نماینده و فرستاد و خورد میگوید و دیدن که اینا هم زبان هستن، هم مذهب هستن، اینا هم زردوش میپرستن، اینا هم زردوش میپرستن. بعد کوروش پیشنهاد کرد چرا ما باید جنگ کنیم؟ میگوید از جنگ خمو گشتن
و همون با مثلا نگاه با همون سرزمین کوروش پیوستند. از آسیای مرکزی خوارزم و سوخت و مثلا باختر و بعد دیگر هند، سرزمین های هند و کوروش قریب اختیارا پیوست شدند. جنگ و جوش نیست، لیکن مردم پورت و مردم سکویی با مقابل کوروش جنگ کردگی هستند. رمان دیگری که نوشتید داروی بزرگ. خب چرا بعد کوروش خواست دارو را بنویسید؟ اینا رمان سگانه هستند. بله. من بعد وقتی که من همون کوروش کبیر بود کردم، منوی رمانگیری دوله بله. در اونجا کامبوجیا پسر کوروش هست. کامبوجیا پیروزی و مرگ. بله. من همون درباره دارو نوشتنی بودم. وقتی که سر کردم سالای 10 بود بعد کوروش کبیر. یک دو سال وقت کم بود، وقتی کاری کم داشتم. برای همون کار میکردم در اداره مسئول. برای همون خشال یافت. وقتی که تمام کردم رمان همون دارو می نویسم گفته نصف کردم، دیدم که همون موقع پسر کوروش کبیر نامش کامبوجیا هست و جای همون با تخت نشسته بود. دیدم که نفوذ همون بیشتر شده ایستاد در رمان. این رفته مصر فتح کرده بود، چندین کارنمایی ها کرده بود، لیکن برادر بردیه را کشتگی بود. همین رمان به همین خاطر من رمان نوشتم کامبوجیا پیروزی و مرگ. این رمان با همین نام کردم و قریب 10 سال دیگر در نوشتن رمان همون داروی بزرگ من گرفتار بودم. من رمان داروی بزرگ چند وریانت نوشتم، لیکن وریانت های نوشتگیم برای من پسند ناومد. اون خاطر که میخواستم از زبان کتیبه های دارو نویسم، یعنی همین رمان دارو خودش از زبان خودش حکایت کنم در نوشتش. در آخر همین کتاب یک اشاره دارید، میگید وقتی که کوروش با استاد مومن قناعت پیشنهاد کردم، بله. بعد گفتن چرا از نام خود کوروش نوشتی؟ من کتاب وقتی خواندم تمام کردم، در آخر همین اومد. رمان کوروش کبیر من تمام کردم برای خواندن با مومن قناعت و من در این با کتاب یعقوب و با امیر شاهی و با چندین نفر دادم که همون تقریر نویسن. بعد مومن قناعت یکی از سوالای اولینش همین بود که چرا تو از زبان همین کوروش ننوشتی همین رمانه؟ گفتم استاد از کوروش مگه 3 کتیبه مونده، 2 جمله یا 3 جمله هستند، دیگر هیچی نیست. من اگر از زبان کوروش نویسم مردم باور نمیکنن. گفتم اگر عمر وفا کند ممکن از زبان دارو نویسم، برای که از زبان دارو قریب 50 کتیبه ماندگی هست. کتیبه بیشتر بسیار کتیبه کلان تاریخی هست و برای همین من در نوشتن همین داروی وریانت آخرینه که من داروی بزرگ نوشتم همین از زبان دارو سر کردم. بله همین سر می شود. پدر سالوش چخل با همین سرزمین پورت رفتن. کی بودن؟ از کدام دوده سبزیدن؟ پدر سالارش کی بود؟ پدر بزرگش کی بود؟ همش حکایت میکند. شنیدگیش از باباش حکایت میکند، دیدگیش خودش تصویر میکند. و همون کتیبه بیستون چخل نوشتن، چخل کندن، همش هست. تا دم مرگش، همین لحظه مرگ دارو بسیار عجیب است. تا دم مرگش همین همچون شاهنشاه حکایه از زبان خودش میرود. حتی در دوره بیادی میشنود که شرفه پا اومد، میگوید برای سوی قصد آمدن چی؟ جان مرا میستانن چی؟ بیدار میشود که همسرش همراه پسرش اومده ایستادن. بعد میفهمد که اینا برای گرفتن همون وی اومدن. تخت و تاج با کی میگذارن؟ همونجا اندیشه های دارا درباره دولتداری هست، یعنی تقدیر همه دولت دارا همین خلافتن. دارای بزرگ شخصیتی هست که امپریای ساخت که این امپریا را نه اسکندر مقدونی ساخت نه چنگیز ساخت. چنگیز فتح کرد. چنگیز با مثل سیل بود، با مثل سیل پخش کرده میرفت، دیگه خرابه را نگاه نمیکرد. او برای آباد کردن اهمیت نمیداد. این 22 ولایت تشکیل کرد. در 22 ولایت سطرب یعنی والی میمون از مردم محله، سرلشکر میمون، سرلشکر خواه از مردم محله باشد خواه از مردم دیگر، لیکن همون گماشته خودش حتما فورس بود. این معلومات نامه می نوشت که چی حادثه رفته ایستادد.
یعنی درباره همون اون وقت اکن کمونیکاسیا مثل امروزه نبود. برای یک معلومات گرفتن قریب ماها صرف میشد. گرچنده که این شاهراه بزرگی مثلا همون شاهنشاهی را ساخته بودن کوروش قطعی، لیکن همون شاهراه بزرگ از مثلا سرد کپادوکیا تا مثلا شوش قریب یک ماه راه بود. لیکن همون پشت یا که همون آدمانی که پیام می آوردن اینها در 15 روز در 12 روز می رسیدن. همون اسپا رماندگی بود. یعنی که دارای بزرگ یک شخصیتی واقعا همین جوانی هست. شخصیتی هست که امپریا ساخت. امپریا را پشتیبانی میکرد و مثل چنگیز مثلا چون سیل نمیرفت خراب کرده این میساخت. سرحد میساخت، مرد میساخت، پایتخت میساخت، پول میداد و مثلا حتی وقتی که همون یهودی ها آمدن گفتن که کوروش با ما مبلغ داده بود و اجازت ساختن چی را این والی ما را نمانده ایستاده است. این ارخیو کفته هم بایگانی را کفته مکتوب کوروش یافت با پول داد که بسازید هم مسجد سلیمان معبد سلیمان بسازید. و این مناسبت بسیار عجیب و نوتکرار و زیبا هست. مثلا دولت دنیاوی را خیلی که گفتم همینا بنیاد گذاشتن. تمام دین ها خط مراسا داشتن. مجبور نمیکردن که دین ما را قبول میکنه، دین زرتشتی را. هر کس آزاد بود در قبول دینش. برای همون فکر میکنم که یکی از شخصیت هایی که اینا من نگفتم، اینا تمام همون بزرگان اروپا، گیگل و گردر و همه شخصیت ها گفتگی هستند. تا مارکس گفتگی هستند. حتی آخران بار من ببینید که همین ترامپ وقتی که همون در بخاری همون مصر صلح به میان آورد، اونا گفتن که کار کوروش کبیر را تکرار کرد. ببینید فاصله 2650 سال است. نام کوروش همین گفتن که ترامپ کارنمای کوروش را تکرار کرد. یعنی تا این اندازه این مردای بزرگ، این امپریای بزرگ، این شخصیت های توانا در جهان نقش خودشون داشته بودند. درباره این شما درباره شخصیت های رمان تاریخی می نوشتین که پیش از میلادن، این کوروش کبیر و کامبوجیا و دورو، همین معلومات رو چه دسترس میکردید؟ مثلا یافتن معلومات ها که اونجا نوشتن، یعنی هر چیزی که شما می نویسید فکر میکردید که درست است، یعنی دلیل تاریخی است، یا همچون نویسنده ابراز هم میتید در این رمان ها؟ اگر من گویم که من 18,000 کتاب دارم ممکن باور نکنید. چرا استاد؟ وقتی که خانه نو کشیدم کتابا نمیگنجد. من همون 12 خطر شکاف دارم. 6 از این طرف، 6 از این طرف. همه پر کتاب. یکی باید 50 خراب کرد، یک کتابی مونده است. من جمع میکردم. یعنی معلومات رو پیشتر جمع. برای که من از آسمان یک سطر نمی نویسم. من همون تمام معلومات نامه ها را گرد می آورم. ورسی ها را می مونم. مثلا مرگ کوروش و مرگ دارای بزرگ. همین دارای بزرگ مرگ چقدر روی داد؟ در کجا مرد؟ تاریخ نگارا اینا کاردار نیستن، میگن مرد فلان سال مرد. لیکن نویسنده باید داند که در کجا مرد و در کجا گور کردن. اینا چه خیلی مرد؟ در بالای سرش کی بود؟ این وظیفه نویسنده هست. من همینا را جستجو میکردم. برای مثال من همون وقتی که با همون پرسپول رفتم در نوشتن رمان همین دارای بزرگ، راننده دید که من بسیار شوق دارم، همین هیجان میآیم و عشق میریزم. گفت که در استخر گفت قبری همین دارا هست. من نمیدونم دارا هست کی هست. گفت هست. گفتم های کن. وقتی رفتم من دیدم که قبر دارا واقعا در شخ است. در بلندی از چشمم خطی دیدم. برآمده نمی شود. 20 متر بلند است. در همون شخ کندیان در همون در درون مقبره خیلی معلومات را گرفتم نوشتم. یعنی که من رفته با چشم می دیدم. هر چشم های من کتیبه مثلا بیستون همه کتیبه های کوروش کبیر هم با زبان فارسی، هم با زبان روسی،
هم با زبان انگلیسی را من چندان نمیدونم گردآوری کرده هستم. همون خرانولوژیای قدیمه فرض کردیم بابلی را، آشوری را، مصری را، اونا در کتاب خرانولوژی تاریخی هستند. من همه را آوردگی هستم. من در پایان همین کروچ کبیر من همه کتیباش آوردم که مردم آشنا شوند با همون تاریخ و گذشته و کتاب شما هم خیلی با نسخه های زیاد چاپ شده است، یعنی نسخه 1000 نسخه چاپ شده است. یعنی مثلا کتاب دورو 1000 نسخه چاپ شده است. شما در اول صحبت گفتید که ما باید چنگ بزنیم به همون فرهنگ و تمدن گذشته. خب شما یک نفر هستید که در برابر نویسنده بودن تون از همین زندگی و جامعه هم آگاهی دارید، یعنی دنیا را دیدید، دولت را دیدید. بسیاری مردم برای نظرن، البته میون جوانان و قشر از این است که همین فرهنگ و تمدن گذشته که ما دائم از او افتخار میکنیم چی میتید برای ما، در صورتی که زمانی که هوش مصنوعی است، تکنولوژی است، کامپیوتر است، اینترنت است، ماهواره است، و رفتن به دنبال این تاریخ چی میتید میگن جوانان ما برای ما؟ نظر شما همچون یک نویسنده که رمان‌های تاریخی می‌نویسه چی است به همین سوال؟ یعنی چی میتید برای یک جامعه؟ ما باید تاریخ بدونیم. ما از کدام دوده و دودمان هستیم، از کجا رویدیم، پدرسالار ما کیست، ریشه ما در کجاست. ما باید همه اینا بدونیم. من چند مثال میبرم. من وقتی که به چین سفر کردم و خوشغر در اونجا میخواستم که همین چند چیز تاریخی را ببینم. شنیدم که در اتوش گفتگی جا همون یک پادشاهی سامانه خاک شده است. فاصله از خوشغر قریب 120 کیلومتر بود. من تاکسی گرفته رفتم یک مقبره بزرگی هست که حیران شدم. من گفتم این چینی‌ها اینقدر دوست می داشتن همین تمدن سامانی ها را. بعد رفتم همون متولی امام خطیب دوید آمد، یک تلپک دارد. گفتم اینجا همون مقبره همون سامانی ها هست، منصور است. گفت نه این بغراخان است، بریخان است. گفت بریخان، این بغراخان در نظر. بعد رفتم خوندم، گفت که در بیرون گفت قبرو هست. بعد رفتم همون قبر یک گهواره بر این یک قبر بالاش پوشاندگی هست، اندازه کردگی در بالاش 2 شифр. بعد خواندم این نصر ابن منصور بوده است. این تاریخ است. این چقدر خاندانا مثلا به همدیگر در می افتادن، مبارزه می بردن، همدیگر را می کشتن، چقدر قوم بیگانه را می آوردن. اینا باید ما بدونیم. باید دونیم که ما متحد باشیم. باید دونیم که ما یک قوم باشیم. باید دونیم که ما مثل کردها مثلا پراکنده نباشیم. یک کتاب دیگر که شما این سال نشر کردید و به نزدیکی بگیم نه این کتاب از نشر برآمد، اسماعیل سامانی، رمان تاریخی اسماعیل سامانی. ما یک رمان تاریخی دیگه هم داریم در باره اسماعیل سامانی. اون نوشته 2 رمان تاریخی بله، محمد صالح زمان، دیوار خراسان. و چرا شما باز نوشتید، یعنی با این سمت باز در این موضوع نوشتید؟ وقتی که من اسماعیل سامانی را سر کردم همین سوال دادگی شما پیش رو اومد. برای همین اسماعیل سامانی را خفا پرتافتم. اون دوره که سال 99 جشن میگرفتن، تلاش ها بود، کتاب ها چاپ میشد بالای هم. من خفا گشتم که اگر نوشتنی باشی برات عبدالرحمن یک چیزی بنویس که ماندگار باشد، یک چیزی بنویس که نو باشد. بار دوم رو آوردم. بار دوم تقریبا سالای 16-17 نوشتم. 100 صفحه 120 صفحه از چوب گرفتم. سم برات عبدالرحمن نشد. تو باید گپی نو گویی، طرز نو خطی روی در نوشتن همین رمان. بعد فکرهای زیاد به همین خلاصه اومدم که اسماعیل سامانی دولت ساخت، پایتخت ساخت، مردم هم متحد کرد، دشمنان را پراکنده کرد. همون دوره که اسماعیل سامانی زندگی میکرد در شمال خزرها بودن، دولت خزر بود.
در مثلا در طرف شرق دولت خرخونی ها بودن. خرخونی ها پا خستگی بودن. اسماعیل سامانی حتی با مقابل اونها جنگ کرده، اسیر گرفته اومده از 10,000 آدم. در جنوب دیرتر قوم های پراکنده مثلا سکایی بودن. در شرق مثلا دولت پهناور روم بود. روم یعنی ویزانتیا و همونو بودن. یعنی از 4 طرف اینا دشمن پیچوندگی بود. من گفتم برات عبدالرحمن، تو فکر کن که همون دوره اسماعیل سامانی همین حلقه بود، امروز همون حلقه هست یا نیست؟ گفتم که این حلقه تنگتر شدگی هست، این حلقه سختتر شدگی هست، این حلقه وزنینتر شدگی هست. اسماعیل سامانی گفتم خراسان در برداشت. ما در یک ملک داریم که حتی پایتختمون یک قشلاق بود، یک دیه بود، یک دیه را ما پایتخت کردیم، دولت را ساختیم، چقدر مبارزه بردیم، چقدر افتیدیم خستیم، چقدر آدم ها را بای دادیم. همین باید تصویر کنی. دو طرز دولتداری عهد قدیم، عهد اسماعیل سامانی را و دولتداری نوینه که ما چقدر مثلا در جنگ شهروندی هزارها آدم را باختیم. همین تصویر کردن قرض تو است. و برای همین تصویر کردم. در اسماعیل سامانی دو خط دارد. خط 1000 سال پیش و خط 1000 سال بعد. خب یک کتاب دیگر واپسین پادشاه سامانی، این از این فرق دارد از این اسماعیل سامانی؟ واپسین پادشاه سامانی این کتابی نو است، استاد اینو نخونده، اینا نو دیده است این کتاب. این همون شعله آخرین شمع خاندان سامانی آن است. این کتاب این نشرشید علاقه است. بله این درباره ابو ابراهیم منتصر سخن می رود. ابو ابراهیم منتصر این واپسین پادشاهی هست که این همراه برادرانش همون نصر بغراخان بار دوم آمدن اسیر گرفته می رود. همشه در همون چی می گویند در اترار امروزه همون در اوزگند اسیر میکند، در زندان می افکند. 5 عمک 4 برادر که دوتاش پوچو بود و دیگر همون نزدیکانی که بودن. همین آدم زیرک 20-21 ساله بود و یاردم کنیزش میگریزد. تاریخ نگاران کار ندارن این چخیل گریخت، از کجا پول یافت، مثلا چخیل با بخارا اومد، چخیل مثلا با خوردم رفت لشکرگاه رفت میگوین. نویسنده باید اینو تصویر کند، از کجا پول یافت، چخیل خلاص خورد، چخیل مثلا از دروازه بر آمد، از دروازه اوزگان، چخیل از زندان بر آمد. همه این وظیفه نویسنده. یعنی همین چیزا استاد تخیلی ان یا که شما مثلا با دلیل اینا را مثلا همه دلایل تاریخی است. دلایل تاریخی. این کتاب علاقه از چاپ برآمد استاد؟ این کتاب این چاپ در چاپ است. واپسین پادشاه سامانی نوشته برات عبدالرحمن و این کتاب رو هم شما روزهای نزدیک خواننده محترم میتونید از کتاب فروش‌های شهر دوشنبه دسترس کنید. استاد من خواستم یک سوال شما همچون یک نفری که در این تاریخ ها نوشتید و با قول آموختید و دیدید، میگن تاریخ عبرت است، یعنی درس است. و فکر شما کدام عامل ها بودن، یعنی کدام عامل های مهم بودن که یک ملت، یک تمدن با این قدر بزرگی، با این قدر پهناوری اینا شکست خورد، از دست رفت و بالاخره اومدم یک تاجیکستانی خورد موند برای ما، یعنی یک تاجیکستانی بگیم به یک از این سرزمین‌های پهناور فقط همین تاجیکستان موند. علت اساسی همین شکست‌ها چی بود استاد؟ چی شد که یک ملت به همین سرنوشت دچار شد؟ بسیار وزنین است. برای این است یا پاسخ گفتن کمش نیم ساعت وقت در کار است. سرنوشت شخصیت‌هایی که سرنوشت دولت‌هایی که از دولتداری محروم گشتند تا این روز سرسان و سرگردان هستند، سرگذشت آنها را بیاموزیم، از آنها پند بگیریم و وقتی که با همون انقلاب بخارا رو می‌آوریم، در همون دوره همون 10 وزیر داشت بخارا، 9 وزیرش تاجیک بود.
9 وزیرش تاجیک بخارایی بود و آن همون 9 وزیر تاجیک بخارایی همون اصالت تاجیک بودن خود را با بهانه آن که اینها فارس هستند اینها تاجیک نیستند چشم پوشیدند. با وجود آن که خط فارسی خط خواندگی بودند، مدرسه مثلا با خط تاجیکی مدرسه را تمام کرده بودند با زبان تاجیکی. همون اولین نفر که به همون تخت سروزیری نشست فیض‌الله خوجایف یکی از فرمانهای نخستینش جاری کردن زبان ترکی بود و جای زبان تاجیکی زبان ترکی. اکرامی می نویسد که ما یگان کس ترکی را نمیدانست. همون نفرهایی که ترکی را خوانده اومده بودن همونا کم و بیش میدانستند، لیکن ما نمیدانستیم. ما کم و بیش ازبکی را میدانستیم، لیکن باید تعلیم با زبان ترکی میرفت. میگوید که مردم در اداره ها مجبورن کم کم ترکی گپ میزنن و در خانه تاجیکی. یعنی این خیانت آشکارا هست. در اینجا یک از تواناترین همون عالمان و شاعران و نویسندگان ما عبدالرؤوف فطرت است. عبدالرؤوف فطرت ناظر معارف بود، وزیر معارف بود. در اینجا چندین نفرها هستند که به همین خطا راه دادند. یعنی آنها میخواستند که یک دولت بزرگ بخارا را بسازند و در همون دولت صاحب مختار بخارا یک جمهوری ساخته مثلا در همون صاحبی کنند، لیکن فریب تلخ خوردند. حتی سرمایه پدراشون دادن. فیض‌الله خوجایف عبدالقادر محیدینوف ثروتمندترین آدمان بخارا بودن. همون ثروت روسیه رفت، لیکن اینا سال 37 کشته شدن. اینا اقرار شدن که ما خیانت کردیم. عبدالقادر محیدینوف مقاله دارد بین دیگران. یعنی ما اینها گذشته تاریخ را سهل گرفتن، تاریخ انکار کردن. همون سرنوشت تاریخی ملت، سرنوشت تاریخی وطن پشت پا زدن و خاطر آن که یک دولت نو می سازن که در همین دولت نو همون نیروی اساسی نیروی ترام باشد. اینا در دل وقتی آمدن همون انور پاشا ساختن دولت توران نداشتند و امروز نقشاشون آشکار شده ایستاده است. ما در همون حلقه توران ماندگی هستیم، اگر ببخشن همون خواننده ها. یعنی که همون حلقه تنگ است، حلقه تنگ است. من همون یک هفته هم نشده است اردوغان قرار برآورد که همه مهاجرانی که ترک زبانند، من در نظر دارم ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، وقتی که برای کار و ترکیه آمدن حقوق برابر با مردم ترک دارند. هم در کار هم در زندگی از آنها هیچ طلب کرده نمی شود. این قدم بسیار وزنین است. مهاجرا همون طرف می روند. مهاجرایی که در روسیه هستند این به همون هدف کرد، یعنی همون نقشه توران بزرگ باز قدم عملی، قدم اقتصادی، قدم سیاسی همه را آمیخته کرد. سخن بسیار است، لیکن مختصر میگویم برای فرصت تنگ است. در دنیا 197 دولت وجود دارد. 197 دولت. همین 197 دولت زبان دارد، زبان دولتی، کانستیتوسیا دارد، پرچم دارد، نشان دارد. در میان همین 197 دولت دنیا تاجیکستان عزیز ما هست. این افتخار است، این باعث افتخار ما هست. یعنی ما ملت خرد هستیم، در حلقه بسا تنگ هستیم. ما باید به همون چی میگوین حرکت های دینی، حرکت های مذهبی، حرکت های تروریستی داده نشویم. ما باید همین ملت خرد خود حمایت کرده توانیم، چون که تاریخ میداند که صدها ملت ها، صدها دولت ها از بین رفتگی هستند. برای همین ما باید به قدر ملت، به قدر وطن، به قدر سرزمین خود برسیم. شکستن هیچ نیست، بسیار آسان است. همین
دهها ایمپریا با آسانی شکستند. برای همین ما باید وطن دوست داریم، فریفته نشویم. ما باید آزاد باشیم. آزاد البته ما به دین ارج میگذاریم، به دین اسلام، لیکن این معنای آن ندارد که ما مثلا در زیر پرچم دین، مثلا زیر حرکت های مثلا دینی همون دولت خدا، ملت خدا، همصفای خدا نابود کنیم، ترک کنیم و وطن حمایت کنیم. وطن دوست داریم، در بین مردم دیگر از نام وطن گپ زده توانیم افتخار کنیم که ما دولت داریم، وطن داریم، زبان داریم، ملت داریم. افتخار کنیم. نصف کردن 2 دقیقه است و آسانی نصف میکنن، جنگ میدادن. اما جنگ شهربندی یک نقشه نصف کردن ملت ما بود. ما خریف 200,000 آدم بای دادیم. جنگ شهربندی را داختن، پرتافتن در میان ما. برای همون باید همین رو پند گیریم از همین. برای همون فرزندان عزیز، نبیره‌های عزیز، شما وطن دوست دارید، ملت دوست دارید، شما تاجیک هستید، شما در کجای رفتید دیگر یعنی از تاجیکیت خود، از ملت خود دور شده نمیتوانید. تاجیک میمونید. همچون تاجیک شما را میشناسن. اگر که شما خودتان ترک هم گوید میگن تاجیک پلید وطنش فروخت. برای همین باید افتخار کنیم از تاجیکیت. سلامت باشید. یادآور میشویم که همصحبت ما بودند برات عبدالرحمن و ما چند کتابی ایشان رو معرفی کردیم و کتاب دیگه اینجا بالای میزبان نیمه راه اعراف، این هم نوشته برات عبدالرحمن است و یک کتابی خواندنی است، رمان است و میتونید این کتاب رو بیابید و از فروشگاه تاجیکستان دسترس کنید، فروشگاه کتاب تاجیکستان دسترس کنید و این کتاب رو بخونید. بار دیگر با برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتون.